بسم الله الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. این جانب بنده حقیر متین وثوقی فعالیت رسانه و ستاد جنگ نرم متین ادیت را در حوزه تاریخی، فرهنگی و جهادی را از این تاریخ اعلام می‌کنم. با فعالیت خود در این رسانه و حمایت از این ستاد و شبکه‌های مجازی به ندای حلم ناصر ینصرنی لبیک گویید. ای ملت شریف ایران زمین و شیعیان و مسلمانان، این را بدانید امروز در این عصر و حال رسانه نقش بسیار حیاتی در جبهه‌ها و روحیه سربازان دارد. شما مثال بزنید، اگر در یک نبرد شما 10,000 سرباز داشته باشید، این 10,000 سرباز رو در برابر 30,000 سرباز بگذارید. درست میگن که دو برابر آنها هستند، اما این رو بدانید اگر همون 10,000 سرباز ناچیز در برابر همون 20,000 نفر روحیه بسیار مردمانه داشته باشند، این رو بدانید قطع به یقین پیروز میشوید. چرا؟ چون روحیه بسیار چنان ضربه خواهد زد به دشمنان که در تاریخ ثبت شود. و این رو بدانید. پس ای امت با اقتدار مبادا فکر کنید که در این جبهه تأثیر ندارید، مبادا فکر کنید، بلکه در نقطه حیاتی و سرنوشت ساز جبهه حق قرار دارید. اگر این رو توجه کنید، اگر مولا علی بن ابی طالب و سالار شهیدان حسین بن علی زمان در همون 1400 سال پیش چنین نیروهای رسانه‌ای و حرفه تبلیغاتی داشتند، از آنها برخوردار بودند، قطع به یقین صفین به کربلا رخ نمیداد. السلام علیکم و رحمت الله.